سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در پارک فجر لنگرود. امروز 16 مرداد 1402 ساعت حدود 10 هستش و هوا به شدت گرمه. علت خلوتی پارک هم همین هستش، وگرنه عصرها اینجا پاتوق برای تمامی افراد است. بچه ها مشغول بازی و استفاده از شهر بازی و ورزشکاران مشغول پیاده روی و ورزش هستند. پارک فجر لنگرود در غرب شهر لنگرود در نزدیکی مسکن مل و در کنار آبگیر کیاکلایه قرار داره. وجود فضای سبز وسیع و گلهای نیلوفر آبی از زیبایی‌های منحصر به فرد این پارک هستش. در این پارک منظره زیبایی از لیلاکو هم دیده میشه. در ضمن در انتهای این پارک مقبره چند شهید گمنام بزرگوار هم قرار داره. اگر به شرق گیلان سفر کردید حتما این پارک رو به خصوص در فصل تابستون و بهار در برنامه هاتون قرار بدید. اگر این گردش جمعه ها باشه که با یک تیر 2 نشان زدید، چون بازار جمعه ها در کنار این پارک برگزار میشه و قبلا ولاگ مربوط به جمعه بازار لنگرود رو در کانال قرار دادیم و لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.